السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال از ترکچکای آمریکا. وی زیناکار رو کمک گفته میدادید، همین با فرزند با اویلش با وی بر میگردد. میگم یک دوستم اکن چیکادگی خیلی وقتی تعلیم گرفتگیمان در روسیه هم خیلی کار را کردگی است. بعد چند سال شد من اویله دار است استاد. یک 2 سال میشد 3 سال میشد فرزند ندارد استاد. لیچینی میکند، لیچینش فایده نمیکند. هم یک کمک گفته میدادد استاد. برای همین آدمی هم خیلی کار را کردگی یک درس شود. انا لله و انا الیه راجعون. ما در یک زمانه زندگی داریم که گناه کردن در این زمانه آسان شد. در زمانه های قدیم بعضی جوانها کوچه می برآمدند تا اینکه یگان گناه یابند و اجرا کنند، ولی نیافته می آمدند. شرایط مهیا نبود. میخواستند گناه کنند ولی امکانیت نبود. در این زمانه زندگی کردن خطر دارد که گناه تک تکی پا هست و از وی احتیاط کردن بسیار مشکل است. وقتی که به حضرت یوسف علیه السلام زنا پیشنهاد شد، در یک خانه بودند که غلام آن خانه بودند. صاحب خانه زنی وزیر است، یعنی مثل او رد کرده نمیشد. در خانه کسی نیست، خلوت، شرایط مهیا. حضرت یوسف جوان، زیبا، صاحب شهوت. زن وقتی که خودش با پیشنهاد کرد، اولین کاری که کردن معاذ الله گفتن، به الله پناه میبرم، یعنی من حول و قوت ندارم برای خودداری از این گناه. معاذ الله، الله مرا از این عمل زشت نگه دارد. سپس گفتن که انه ربی احسن مثوای، او پروردگار من جای مرا نیکو کرده است. نعمتهای الله تعالی را به یاد آوردن که الله تعالی برای من سلامتی داده است، قوت داده است، شرایط داده است، امکانیت داده است، نعمتهای زیاد داده است. امروز من اکنون به الله خیانت کنم؟ یعنی این دومین وسیله‌ای که انسان میتواند خودش از گناه نگاه دارد. انه ربی احسن مثوای، او پروردگار من جای مرا نیک کرد. من در چاه بودم، قریب که کشته می شدم، مرا از چاه آورد به خانه وزیر جای کرد. در خانه قصر وزیری دولت زندگی دارم. اکنون من امروز او را گناه کنم؟ این یک معناش. دوم معناش انه ربی احسن مثوای، این وزیر خواجه من است، یعنی از بازار حضرت یوسف را همچون غلام خریده آمده بود. حضرت یوسف آدمی آزاد بودن، لیکن برادرشون به پول فروخت. غلامی، یعنی غلامی حقیقی نبودن، لیکن من از بازار غلام خریده آمد. انه ربی، این خواجه من، صاحب من جای مرا نیک کرد. چون که وقتی به خانه شورد گفت که اینا احتمال است که برای خود فرزند گیریم، فرزند نداشتن، بنابراین احسنی مثواه، جای خوابش رو خوب کن، یعنی برای این خانه خوب آماده کن، برای این اهمیتی خاصه ده. یعنی نیکی کرد. من امروز به نیکیش خیانت کرده، بازن او این کار رو انجام دیم که این مثلا از روی عقلم نادرست است، از روی شرعم این بی‌وفایی. انه ربی احسن مثوای. بعد با عاقبت زناکارا بها دادن. انه لا یفلح الظالمون، انه لا یفلح الظالمون. ظالم ها نجات نمیبرند، یعنی زناکارا. زنا هم ظلم است، چون که وضع الشیء فی غیر موضع، یه چیز در جای غیر خودش گذاشتن است. زناکار نجات نمییابد در این دنیا، در آخرت برکت نمییابد. یعنی عاقبتش نگاه کردن. و با همین الله تعالی حضرت یوسف رو از گناه نگاه داشت. بنابراین از زنا دور ایستادن در کار، برای دور شدن خانه‌دار شدن در کار، همیشه همسرتان در برتان شدنش در کار، یعنی بسیار دور ایستادن در کار. بنابراین الله تعالی ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید گفت. خب
اما کسی زنا کرده است در سنت حیات دنیا، در عادت همین دنیا، در تجربه ها علما مؤرخ ها نوشتند که و آدم های هم اینو مشاهده کردند. کسی تهمت کند تهمت کرده میشد، کسی زنا کند واقعا زنا کرده میشد. امام شافعی هم گفتند و بعضی ها میگن که آخر وای الله تعالی به سبب گناهی دیگر کس جزا نمیدهد که درست است، لیکن وقتی که می حادثه که شد انیق یگان گناهی دیگرها هم هست. یعنی گاه ها شود ممکن زنش زنا نکند لیکن دخترش، ممکن نبیرش، ممکن ابیرش زنا کند به سبب گناه یک پدرش. و کان ابوهما صالحا، حضرت خضر و حضرت موسی یک دیوالی یک یتیم بچه ها رو راست کردن و عوضش پول نگرفتن. موسی گفتن که آخه پول گیریم، حضرت خضر پول نگرفتن. بعد در آخر سببش رو بیان کرده گفتن که و کان ابوهما صالحا، اون دو یتیم بچه رو پدرش آدمی خوب بود. گفتن پدرش آدمی صالح بود، از سبب اون که پدرش آدمی صالح بود ما به این کودکان نیکی کرده برای عوضش هیچی نگرفتیم. بعضی مفسران میگن پدرش آدمی صالح بود یعنی 7 قبط باباش، یعنی پدری خودش نه، بابا کلان، 7م باباش آدمی نیک بود. گاه آدمی نیک بودن به فرزنداتون تاثیرش میرسد، چه خیلی که بد بودن هم احتمال است که برای فرزنداش ضرر رساند. شخصی که دندان پیامبر صلی الله علیه و سلم رو شکست، تاریخ نگارا فرزنداش چی کردن؟ رقابت کردن، معاینه کردن، نظر کردن تاریخی اهلی عائله همونه که فرزنداش بی دندان تولد میشد. برای اون که الله تعالی که این نشانه که هو الابتر، بد بیننده تو دنبریده هست گفت، یا بی دندان تولد میشد یا دهانش بوی بد داشت. حتی بعضی علما ذکر کردن که چنون بوی بد داشت که اگر یگان آدم از نزدیکی بوی دهانش نفس به بینیش رسد هلاک میشد. آدمی بوی کردگی آدم به سبب این گناهی که کرده است. درست است که ولا تزر وازره وزر اخرى، یک کس گناهی یک کس را نمیبردارد، لیکن گاه ها در بعضی گناه ها میشود برای آنکه فرزند آدم این خودی آدم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که فاطمه بضعه منی، فاطمه یک جزئی من است، فاطمه یک قطعه گوشت من است، من اغضبها اغضبنی، کسی فاطمه رو به غضب بیاره و مرا به غضب آورده است. بنابراین به فرزند زکات داده نمیشد. برای چی؟ برای اینکه به خودی آدم است. و پدر و مادر هم زکات داده نمیشد. برای چی؟ برای پدر و مادر و فرزندش این یک قسم است، یک چیز است. بنابراین گاه عذاب دادن فرزند این عذاب دادن همین خودی همین آدم است. بنابراین انسان باید از این خیل گناه ها، از عمومی گناه ها پرهیز کند و کسی که اگر توبه کند و توبهش توبه صادقانه باشد، الله تعالی کریم و رحیم و غفور و غفار و رحیم است، جل جلاله و تقدست اسماء.